کامبیز نایی این کاسه آجیل یه دونه پستم توش پیدا نمیشه. آجیل رو سرند کردی؟ از اولم پسته توش نداشت خان دایی، همش دو کشمیش بود با چند تا بادوم فسقلی. دایی من خودم کلی پول با یه پسته خندون دادم که اشکم باش در اومد. از قراقا باش در اومد؟ راست میگی بابا؟ ببین چی مالیده به سرش، ما هم بمالیم شاید این جا خالی ها پرشه. ای وای آقا جون شما هم گوشات ضعیفه. گوشم ضعیفه؟ بابا جان مگه یه جفت گوش چند سال باید کار کنه؟ یه جفت دمپایی هم که باشی فقط 3 ماه کار میکنی. کامبیز دایی خبرترین رو بخون ببینم این بار چه خیتی بالا بردن. الان میخونم خان دایی. جوکترین خبر سال، معاون وزیر بهداشت گفت ما آماده کمک به آمریکا برای کنترل کرونا هستیم. کمک به آمریکا کنترل کرونا. آخه خنده خونم کم شده بود. آقا جون فکر کنم میخوان از موهان با ماهان مسافرهای چینی ببرم برام شما. نه آقا جون احتمالا منظورش از کمک به آمریکا چگونگی شیوع سریع کرونا به کل قاره‌شون بوده. خاندایی یارو چی تو کلش بوده که گفته ما آماده کمک به آمریکا هستیم؟ کامبیز جون تو این نظام به تنها چیزی که کار ندارن گله و مغزه. به زبون جفنگ باف نیاز دارن که اونا بره ماشاءالله به بوفور یافت میشه. یکی به این یامو بگه وقتی مقام عظما داره چیز میزنه کنارش نرو، خب جنسش نامه میگیرتت. آقا جون الان شیوهی که این مسئولین نظام پیش گرفتن اینه که کرونا رو ول کردن به حال خودش، بلکه خود کرونا بیاد آستین بالا بزنه که این بحران رو یه جوری جمع و جور کنه. قوری رو پرت کنه؟ حیف قوری نیست که تو کله اینا بخوره. نه آقا جون میگم خودشون موندن چطوری این بحران رو رد کنن. این شلغمای ولایی میخوان بحران رد کنن؟ انتظاری داری یا؟ اینا فقط بلدن با موشک هواپیمای مسافربری رو بزنن بابا. ولی خاندایی سال 98 واسه نظام چنان بحران تو بحرانی بود که مطمئنم بعدا تو امتحانات تاریخ همه سوالا از سال 98 بیاد. باید هرچی میتونم سند ذخیره کنم. کامبیز جون سال 99 هم حتما تو تاریخ ثبت میشه، چون مردم امسال طوری چپاق عظما رو چاق میکنن که حاضر باشه 100 بار کرونا بگیره و بمیره اما گیر مردم نیفته. بریم که وقت عمومه. بریم خاندایی.